توی انتهای فایل آموزشی قبلی سوال پرسیدم و اون این بود که تفاوت ابزار براش تول و کالر ریپلیسمنت تول در چی هست. وقتی من از کالر ریپلیسمنت تول استفاده می‌کردم میتونستم خیلی راحت رنگ‌ها رو جایگزین هم بکنم. اما آیا با براش هم این اتفاق میتونه بیفته یا نه؟ وقتی براش رو انتخاب میکنم و بعد میرم روی بخشایی از تصویر خودم درگ میکنم، میبینید عملا وقتی براش رو دارید استفاده میکنید هیچ کدوم از پیکسل های لایه زیری رو در نظر نمیگیره و کنترل نمیکنه که میزان روشنایی و تیرگی پیکسل های اونها در چه حد هستش. اما کالر ریپلیسمنت تول ویژگی اصلیش دقیقا در همینه که اون داره محاسبه میکنه و تحلیل میکنه که کدوم یکی از پیکسل ها روشن‌تر هستن و کدوم یکی از پیکسل ها تیره هستن. بنابراین موقعی که یک رنگ رو دارید اعمال میکنید داخل کار، اون جایی که تیره تر بوده رنگ تیره تری از رنگ فورگراندتون رو پیاده میکنه و اون جایی که روشن تر بوده روشن‌تر، و این باعث میشه با حفظ تون کلی رنگ به خوبی بتونه ریپلیس بکنه و جایگزین بکنه این رنگ ها رو با هم دیگه. اما اگر ما گزینه‌ای به نام کالر ریپلیسمنت تول رو نداشتیم باید چی کار میکردیم؟ قدیم ما می اومدیم از ابزاری به نام براش تول استفاده میکردیم، اوپاسیتیش رو می آوردیم پایین و بعد اون رنگ رو پیاده میکردیم. اینجوری هم تون پایینی حفظ میشد و هم در واقع شما میتونستید رنگ رو تغییر بدید. اما در واقع این سوال بهانه‌ای بود برای اینکه من یک بخش بسیار بسیار مهم از نرم افزار رو بهتون آموزش بدم که تا الان هم توی بخش‌های مختلف دیدید و خواهید دید. بخشی داریم به نام اوپاسیتی یا میزان شفافیت یا میزان محو شدگی پیکسل های یک لایه یا یک ابزار که داریم از اون استفاده میکنیم. اما اوپاسیتی رو براتون کامل تر توضیح بدم. اجازه بدید یک همین تصویر رو درگ میکنم و میندازم داخل این تصویر دیگه و حالا سایزش رو خورده کوچیک‌تر میکنم. و اگه توی پنل لایه ها دقت بکنید ما عملا دو تا لایه داریم، یکی لایه یک من هست و لایه بعدی هم لایه وان که اومده روی اون قرار گرفته. توی پنل لایه ها یه گزینه داریم به نام اوپاسیتی که اینجا من خیلی راحت میتونم میزان محو شدگی اون لایه رو تغییر بدم. این لایه رو پس انتخاب میکنم، بعد اوپاسیتیشو از 100% میارم پایین و اتفاقی که داره میفته اگه دقت بکنید پیکسل های این لایه رو داره محو‌تر میکنه. هرچی این درصد بیاد پایین تر پیکسل ها محو‌تر خواهد شد و اتفاقی که میفته این که شما میتونید دو تا عکس رو با هم دیگه به خوبی ترکیب بکنید. پس مفهوم اوپاسیتی دقیقاً برای همچین چیزی استفاده میشه. اگر من در حین استفاده از ابزار براش توی این تصویر می اومدم و اوپاسیتی رو می آوردم پایین، یعنی اینکه اثر اون براش و شفافیت اون براش رو تغییر بدم و کاری بکنم که یه مقدار اون رنگ محو‌تر بشه و وقتی محو‌تر میشد اتفاقی که میافتاد شما بخش هایی از پیکسل های لایه زیری رو هم میتونستید به راحتی ببینید. طبیعتا هرچی این اوپاسیتی رو بیارم پایین‌تر باز پیکسل های بیشتری رو میتونید ببینید و این قاعده و قانونی که یاد گرفتید و این اوپاسیتی رو که بلد شدید میتونه جاهای مختلفی به دردتون بخوره و ازش استفاده بکنید.